امروز مبحث سوم هایپوکلمیا رو صحبت خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم به ویژه برای عزیزانی که رشته فلوشیپ نفرولوژی هستن بدونن که هایپوکلمیا جزو مباحثی هستش که در امتحان بورد سوال زیاد ازش میاد. بیشتر این سوالات بیشتر از هایپوکلمیه، بعد هایپوناترمیه، بعد هایپرکلمیه و بعد هایپرناترمی هستش، لااقل در آمریکا. برای همین هستش که قسمت هایپوکلمی رو باید خیلی خوب یاد بگیرین، به ویژه مبحث امروز که در ارتباط با علل دیگر هایپوکلمی هستش. همونطور که عرض کردم در جلسات اول و دوم صحبت ما این بود که هایپوکلمی میتونه به ندرت در اثر کاهش مصرف پتاسیم ایجاد بشه و همچنین میتونه مکانیزم دیگه هایپوکلمی میتونه شیفت های داخل سلولی باشه. همچنین در جلسه دوم هم صحبت کردیم که هایپوکلمی میتونه به علت دفع گوارشی باشه، ولی امروز راجع به علت بسیار بسیار مهم هایپوکلمیا که در واقع هایپوکلمیا به خاطر دفع کلیوی هستش صحبت خواهم کرد. از این جهت مهم که هم شایع، هم عزیزانی که در رشته پزشکی حالا در مقطع انترنی و رزیدنتی هستن به وضوح و با شیوع خیلی زیاد این کیس ها رو میبینن و هم عزیزانی که برای امتحان بورد خودشون رو آماده میکنن بدونن که هایپوکلمیایی که با مکانیزم رینال لاس هستش، دفع کلیوی هستش، جزو مباحث بسیار بسیار مهم هستش. از همین ابتدا وقتی که میخوایم راجع به هایپوکلمی از منشأ دفع زیاد کلیه صحبت بکنیم، باید این رو بدونیم که در این رشته از هایپوکلمیا علت دفع گوارشی نیست، علت کاهش مصرف نیست، علت شیفت‌های داخل سلولی نیست، بلکه علت این هستش که کلیه ها بیشتر از حدی که باید پتاسیم رو دفع بکنن اون رو دفع میکنن. همونطور که خاطر اون هستش در حالت عادی حدود 5 تا 10 میلی اکویوالنت در هر لیتر ادرار پتاسیم وجود داره، ولی هنگامی که به عللی این مقدار بیشتر بشه فرد دچار هایپوکلمیا خواهد شد. طبعا برای تسهیل اینکه بدونیم علل هایپوکلمیای ناشی از افزایش دفع کلیوی یا رینال لاس چی هستش، باید این رو به طور کلی به 2 تا مجموعه بزرگ تقسیم بکنیم. یکی هایپوکلمیای با منشأ رینال لاس که با هایپرتنشن یا افزایش فشار خون همراه نیست، و دوم گروهی که با هایپرتنشن یا افزایش فشار خون همراه هستش. پس ابتدا من مبحث ابتدام رو فوکس میکنم، متمرکز میکنم روی هایپوکلمیای با منشأ دفع کلیوی که با هایپرتنشن یا افزایش فشار خون همراه نیست. در واقع این گروه افرادی هستن که فشار خونشون کاملا نرماله و حتی بعضن میتونه فشار خون این افراد پایین باشه. عللی که باعث هایپوکلمیا با منشأ دفع زیاد کلیه میشه و در اون فشار خون نرمال و یا حتی پایین هستش، عللش بسیار بسیار متفاوته. پس هایپوکلمیا با منشأ دفع زیاد کلیوی که فشار خون در این افراد نرمال هستش. یکی از اینها دیورتیک ها هستش. استفاده از دیورتیک ها میتونه باعث هایپوکلمیا بشه. برای اینکه راجع به این مسئله صحبت کنیم بدونیم که تقریبا تمام دیورتیک ها میتونن تولید هایپوکلمیا بکنن، غیر از اون دیورتیک هایی که تحت عنوان پتاسیم اسپرینگ یا دایورتیک نامیده میشه، مثل الدکتون، مثل تریامترین، مثل امیلوراید، وگرنه بقیه دیورتیک ها میتونن باعث هایپوکلمیا بشن. هایپوکلمیایی که در دایورتیک ها ایجاد میشه، در جریان دیورتیک ها ایجاد میشه که بسیار شایع هستش، اولا که دوز دیپندنت، در نتیجه هرچی دوز دیورتیک بیشتر باشه هایپوکلمیا تشدید میشه، و دوم این هستش که اکثر اوقات هایپوکلمیا در جریان دیورتیک ها رو در 1 تا 2 هفته ابتدای مصرف دیورتیک ها ما میبینیم. اصولا تغییراتی که در جریان مصرف دیورتیک ها ایجاد میشه، حالا چه هایپوکلمیا، چه افت فشار خون، چه افزایش دفع آب و نمک، چه آلکالوز متابولیک، اینا اکثر اوقات بعد از 1 تا 2 هفته یواش یواش خفیف میشه و بیشتر این اثرات رو ما در 1 تا 2 هفته ابتدایی که فرد دیورتیک مصرف میکنه میبینیم. و
بعد از 1 تا 2 هفته این افراد به یک حالت پلاتو و یا حالت استدی استیت میرسن. در نتیجه تداوم مصرف دیورتیک باعث افت بیشتر پتاسیم نمیشه. به عبارت دیگه وقتی شما مثلا برای یک فردی لیسیکس یا فروسماید شروع میکنین، به ویژه در 1 تا 2 هفته اول مثلا فرض کنید پتاسیم این فرد مثلا از 3.8 میفته روی 3.2 3.2 و بعد از 2 هفته دیگه تقریبا رو همون 3.2 میمونه، با وجود اینکه شما دارین اون لیسیکس رو ادامه میدین، مگر اینکه دوز لیسیکس رو بالا ببرین که اون موقع دوباره این افراد یه افت بیشتر پیدا میکنن و دوباره بعد از 2 هفته میرسن به استدی استیت. این مسئله بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. راجع به اینکه چرا استدی استیت ایجاد میشه و بعد از 2 هفته یواش یواش اثرات دیورتیک نه اینکه از بین بره بلکه به یک حالت پلاتو میرسه و به یک حالت استدی استیت میرسه، در جلساتی که در ارتباط با دایورتیک ها هستش صحبت خواهیم کرد که مکانیزم های این مسئله رسیدن به استدی استیت چی هستش. به طور کلی ابتدا میپردازیم به دیورتیک هایی که جزء گروه تیازید ها هستن. گروه تیازید ها که جزء گروه بسیار زیادی از به اصطلاح دیورتیک ها هستن، همونطور که میدونیم شامل هایدروکلورتیازید، شامل کلورتالیدون، شامل متولازون. اینها گروهی هستن که در واقع عملشون به عنوان دیورتیک به خاطر اثری هستش که در روی دیستال توبول و کالکتینگ داکت هستش و جلوی بازجذب سدیم رو میگیرن. این افراد اکثر اوقات دچار یک هایپوکلمیا میشن و هایپوکلمیایی که در جریان مصرف تیازیدها ایجاد میشه این هستش مکانیزمش. پس تایازایدز، مکانیزم هایپوکلمیا در جریان تایازاید 2 تا مسئله هستش. یکی سدیم بالا در دیستال توبول یا کالکتینگ داکت. همونطور که میدونیم به خاطر اینی که تیازیدها جلوی بازجذب سدیم رو در دیستال توبول میگیرن، در تحویل و یا دلیوری سدیم رو به نواحی انتها و توبول‌های انتهایی، قسمت‌های انتهایی توبول‌های کلیه افزایش میدن. بدونین عزیزان که هر فاکتوری که دلیوری یا تحویل سدیم رو به قسمت‌های دیستال و کالکتینگ داکت کلیه بالا ببره باعث هایپوکلمیا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که شما سدیم دلیوریتون به اون نواحی انتهایی توبول ها بالا بره، این افراد خود سدیم بالا در نواحی انتهایی خودش یک چالش و یک محرکی هستش برای تبادل با پتاسیم. در چه سدیم دلیوری بالا در قسمت‌های دیستال کلیه باعث تحریک اکسچنج و یا تبادل با پتاسیم میشه، در چه سدیم شروع میکنه بازجذب شدن و پتاسیم شروع میکنه دفع شدن. در چه یکی از مکانیزم های هایپوکلمیا در جریان تایازایدها مثل هیدروکلورتیازید این هستش که عملا جلوی جذب سدیم گرفته میشه و در نواحی دیستال این اکسچنج میشه با پتاسیم. علت دیگه چی هستش؟ هنگامی که شما از تایازایدها استفاده میکنین چه اتفاقی میفته؟ این افراد مقدار زیادی آب از دست میدن. وقتی که آب از دست دادن در واقع این افراد اکسترا سلولار فلویدشون یا ECF شون پایین میفته. وقتی که این افراد ECF شون پایین افتاد یا اکسترا سلولار فلویدشون پایین افتاد، به صورت رفلکسی سیستم رنین انژیوتنسین تحریک میشه و در نتیجه باعث آلدوسترون بالا میشه و آلدوسترون بالا خودش محرکی هستش برای دفع پتاسیم. به عبارت دیگه یکی دیگر از دومین مکانیزم هایپوکلمیا در جریان مصرف تیازیدها اون سکندری هایپر آلدوسترونیزم هستش که در اثر مصرف تیازیدها ایجاد میشه که علتش همین هستش که این افراد اکستراسلولار فلویدشون افت پیدا میکنه و در نتیجه دچار یک هایپر آلدوسترونیزم ثانویه میشن که خودش هایپوکلمیا رو تشدید میکنه. اصولا هایپوکلمیا در جریان تیازیدها همونطور که گفتیم یک دوز دیپندنت وابسته به دوز، دوم به ویژه در 1 تا 2 هفته اول هستش و سوم اصولا هایپوکلمیا در جریان مصرف تیازیدها خیلی شدید نیست. مثلا فرض کنیم پتاسیم این افراد مثلا از 4 میفته روی مثلا 3.7 3.8 و در نتیجه مگر اینکه فاکتورهای دیگه هم دخالت داشته باشه. اما میپردازیم به هایپوکلمی در جریان لوپ دایورتیک ها.
مثل فروسماید یا لیسیکس، مثل اتاکرینیک اسید یا مثل بومتاماید یا بومکس. دیورتیک های لوپ مثل فروسماید یا لیسیکس با 3 مکانیزم تولید هایپوکلمیا میکنن. برای همین هستش که هایپوکلمیا در اینها به مراتب شدیدتر هستش از هایپوکلمیایی که شما در هیدروکلورتیازید ها میبینید. یکی همون مسئله افزایش سدیم هستش در قسمت های دیستال توبول و کالکتینگ داکت. باز هم به خاطر این که لوپ دایورتیک ها جلوی بازجذب سدیم رو، میدونیم که لوپ دایورتیکا کجا عمل میکنن. لوپ دایورتیکا برخلاف تیازیتا که در قسمت‌های دیستال توبول و کالکتینگ داکت جلوی جذب سدیم رو میگرفتن، لوپ دایورتیکا در قسمت مدالا یا مدولا یا قسمت میانی کلیه داخلی کلیه در قسمت اسندینگ یا صعودی لوله هنله باعث بلاک اون پمپ معروف NAK2Cl میشن و در نتیجه به خاطر اینکه اون پمپ NAK2Cl رو بلاک میکنن، در نتیجه جلوی بازجذب سدیم و پتاسیم و کلور رو میگیرن. پس در نتیجه لوپ دیورتیکا که محل اثرشون کاملا متفاوت با تیازیدها هستش، باز هم طبق مکانیزم افزایش دلیوری سدیم به قسمت‌های دیستال میتونن تولید هایپوکلمیا بکنن. دوم، عین تیازیدها به خاطر اینکه فرد آب زیادی از دست میده، ECFش میفته پایین یا اکستراسلولار فلویدش میفته پایین، در نتیجه دچار سکندری هایپر الدوسترونیزم میشه. اصولا میدونیم که دیورسیس یا افزایش ادراری که در جریان مصرف لوپ دیورتیکا ایجاد میشه شایع‌تر و شدیدتر هستش از تیازیدها. در نتیجه اون افت اکستراسلولار فلویدی که شما در اثر لیسیکس یا فروسماید می‌بینید شدیدتر از هیدروکلورتیازیده. بس به همون نسبت هایپر الدوسترونیسم که در این افراد ایجاد میشه شدیدتر هستش. پس در نتیجه یکی دیگر از علل هایپوکلمیا در جریان لیسیکس یا بومتاماید یا لوپ دایورتیکا مسئله افت اکستراسلولار فلوید و سکندری هایپر الدوسترونیسم هستش و چون شدیدتر هستش نسبت به تیازیدها، در چه هیپوکلمی شایع‌تر هستش و شدیدتر. ولی یه مکانیزم سومی وجود داره که تیازیدها این مکانیزم سوم رو نداشتن و اونم خیلی ساده است، به خاطر اینکه در خود قسمت صعودی هنله چون این پمپ بلاک میشه، پمپ NAK2Cl بلاک میشه، عملا جلوی بازجذب پتاسیم گرفته میشه. پس یکی از علل دیگر هایپوکلمیا در جریان لوپ دایورتیک که در تیازیدها دیده نمیشه اینه که به خاطر بلاک اون پمپ عملا پتاسیم در قسمت TAHL یا Tall Ascending Handle Loop اتفاق نمیفته و در نتیجه با این 3 مکانیزم هستش که هایپوکلمی ایجاد میشه و به خاطر این مکانیزم سوم که در تیازیدها دیده نمیشه، هایپوکلمی در جریان دیورتیکا شدیدتر هست، در جریان لوپ دیورتیکا شدیدتر هستش از هایپوکلمیایی که شما در جریان تیازیدها میبینید. پس این یک دیورتیکا. عزیزان داریم راجع به هایپوکلمیا یا افت پتاسیم با مکانیزم افزایش دفع کلیه صحبت میکنیم که جزو گروهی هستش که فشار خون در این افراد نرماله و یا حتی پایین هستش. این یک دیورتیکا. دومی مسئله که باعث چیز میشه، باعث هایپوکلمیا میشه با منشأ رینال لاس و فشار خون نرمال، ادماتوس استیت هستش. در حالتی که ادماتوس استیت داریم، مثلا مثل چی؟ کانجستیو هارت فیلیر، مثل چی؟ نفراتیک سیندروم، مثل چی؟ مثل سیروز کبدی، در ادیماتوس استیت
که حالا یا هارت فیلر هستش یا نفروتیک سیندروم یا سیروسیس، به خاطر اینکه فرد اون حجم مؤثر داخل خونش یا اینتراواسکولار فلویدش پایین میفته، در نتیجه این افراد سیستم رنین انجیوتنسینشون تحریک میشه. همه عزیزان میدونن که در کسانی که هارت فیلیر دارن یا نارسایی قلبی دارن یا کسانی که سندروم نفروتیک دارن و یا کسانی که سیروز کبدی دارن، شما به صورت ثانویه یک سکندری هایپرالدوسترونیزم میبینید و در نتیجه در حالات ادیماتوس استیت هم شما پس هایپوکلمیا میتونین داشته باشین و فشار خون این افراد نرمال هستش. حالا یکی ممکنه بگه سیروز چرا؟ من سیروز رو هم اصولا جزء ادیماتوس استیت طبقه بندی میکنم، برای اینکه عملا حالا شاید نشه گفت ادیماتوس استیت، ولی به هر حال یک ثرد اسپیسینگ دارین. یعنی در سیروز حالت ثرد اسپیسینگی که ایجاد میشه و فضای سومی که ایجاد میشه که آب در داخل شکم جمع میشه که در واقع یک ثرد اسپیسینگ هستش، فرد دچار سکندری هایپرالدوسترونیزم میشه. پس این هم مسئله دوم. پس دایوریتیک ها، ادیماتوس استیت. سومین علت هایپوکلمیایی که با افزایش دفع کلیه همراه هستش و فشار خون نرمال هستش، آسموتیک دایوریسیس هستش. در کسانی که دچار آسموتیک دایوریسیس هستن، یعنی دیوریز اسموتیک دارن، این افراد میتونن دچار هایپوکلمیا بشن. فرض کنیم کسی که مانیتول مصرف میکنه، به خاطر اون اسموزی که مانیتول در داخل توبول های کلیه ایجاد میکنه، آب رو به مقدار خیلی زیادی با خودش میکشه و همراه با آب به خاطر اون فنومن سالونت دراگ که اگه خاطرمون باشه از جلسات قبل که صحبت کردیم، پتاسیم رو هم باهاش میبره. یا کسانی که دچار دیابت کنترل نشده هستن و قندشون مثلا 600، به خاطر اینکه گلوکوزوری و یا دفع گلوکوز بسیار زیادی دارن با غلظت بالا در داخل ادرار، این افراد دچار یک آسموتیک دایوریسیس میشن. کما که میبینیم کسانی که دچار قند کنترل نشده هستن و قندشون خیلی بالا هستش، ادرار زیادی میکنن. این به خاطر آسموتیک دایوریسیس هستش. و یا مثلا کسانی که دچار رینال فیلیر هستن و ناگهان رینال فیلیر حادشون خوب میشه، به خاطر اون اوره و کرئوره‌ای که در جریان فاز حاد رینال فیلیر یا نارسایی کلیه جمع شده، حالا که توبول ها باز میشن و داره همه چی بهبود پیدا میکنه، اون اوره به مقدار با غلظت بسیار زیاد شروع میکنه وارد ادرار شدن و طبعا همراه خودش آب رو و همراه خودش طبعا پتاسیم رو میبره. حالا یکی ممکنه سوال بکنه که چه دلیلی داره که ما در جریان آسموتیک دایوریسیس هایپوکلمیا داشته باشیم؟ به خاطر اینه که شما وقتی که یک آسموتیک دایوریسیس یا دیوریز اسموت دارین، اولا که سرعت حرکت اون مایع در داخل توبول های کلیه که نهایتاً تولید ادرار میکنه بیشتره. وقتی سرعت بیشتر باشه به خاطر اون دیوریز اسموتیک، پتاسیم فرصت بازجذب نداره. و دوم، باز همون مسئله این هستش که اون دیوریز اسموتیک سدیم رو با خودش میاره به قسمت‌های دیستال یا قسمت‌های انتهایی کلیه و همونطور که یادمون باشه وقتی که شما افزایش سدیم دلیوری یا افزایش تحویل سدیم به نوای دیستال رو دارین، خودش محرک تبادل با یون پتاسیم هستش در نواحی انتهایی. پس در نتیجه آسموتیک دایوریسیس سومین علت هایپوکلمیای با مکانیزم افزایش دفع کلیه هستش و با فشار خون نرمال و یا حتی پایین. مسئله دیگه مسئله منیزیم پایین هستش. این مسئله رو ما تو ICU بسیار زیاد میبینیم. یه نفر از پتاسیمش پایینه، هیچ علتی هم نیست، نه فرد روی دیورتیکه، نه هارت فیلیر داره، نه سیروز داره، نه نفروتیک سیندروم داره، نه دیورز اوتیک داره، فشار خونش هم بالا نیست و دفع کلیوی هم دفع گوارشی هم نداره، ولی پتاسیمش ببینیم مثلا 3.2. بعد میگم که خدا این هیچ چیزی نداره، پس چرا اینطوریه؟ یهو میبینیم که این فرد منیزیم خونش پایین هستش. هنگامی که شما هایپوکلمیایی دارین که واقعا نمیتونین تشخیص بدین که از کجا هستش و از کجا شروع شده
و یا هایپوکلمیایی که دارین که هرچی هم به فرد پتاسیم میدین، حالا به صورت قرص یا به صورت تزریقی، باز میبینین فرداش با وجودی که این همه پتاسیم به فرد دادین دوباره پتاسیم فرد افت پیدا کرد. اولین چیزی که باید خیالتون راحت باشه این هستش که نکنه این فرد منیزیم خونش پایینه. وقتی که منیزیم خون میفته پایین، فرد دچار هایپوکلمیا میشه. پس منیزیم پایین میدهد پتاسیم پایین. چرا؟ برای اینه که ما فرض کنیم که این کالکتینگ داکت هستش و یا دیستال توبول یا کالکتینگ داکت، قسمت های انتهایی توبول های. میدونیم که در این قسمت ها پتاسیم در واقع از قسمت خون یا بلاد، این هم سطح لومینال هستش که سطح ادرار هستش، قسمتی هستش که خون هستش، این هم قسمتی هستش که ادرار وجود داره. میدونیم که در این نواحی پتاسیم اکثرا حالت ترشحی داره، به ویژه مثلا در پرینسیپال سل یا سل های A پتاسیم حالت ترشحی داره و در واقع خون ترشح میشه و وارد ادرار میشه و به جاش سدیم هستش که بازجذب میشه. پتاسیم وقتی که داره ترشح میشه با یه یون دیگه رقابت میکنه برای ترشح شدن و این یون منیزیم هستش. یعنی این دوتا برای جذب شدن با همدیگه رقابت میکنن. این میخواد بیشتر جذب بشه، در صورتی که اینم میگه که منم میخوام جذب بشم، منم میخوام ترشح بشم. پس در نتیجه برای ترشح شدن از خون به داخل ادرار، یون منیزیم و یون پتاسیم با همدیگه رقابت میکنن. حالا اگر یک فردی منیزیم خونش از قبل پایین باشه، حالا یا الکلیکه یا حامله است یا مثلا فرض کنیم سیروز کبدی داره یا استفراغ‌های بسیار شدید داره یا سوء تغذیه‌های بسیار شدید داره، به هر علتی منیزیم این فرد پایین هستش. در نتیجه وقتی منیزیم پایین باشه، رقیب پتاسیم دیگه کمتر حضور داره در این صحنه رقابت و در نتیجه پتاسیم بیشتری ترشح خواهد شد به داخل ادرار. پس در نتیجه مکانیزم این که هایپومنیزیمیا یا افت منیزیم هایپوکلمیا میده این مسئله هستش. پس در نتیجه بدونین که اگر شما فردی رو دارین که هایپوکلمیا داره و نمیدونین علتش چیه و یا هایپوکلمیایی دارین که هرچی به فرد پتاسیم میدین فرداش میبینین دوباره پتاسیم افت پیدا کرد، اولین چیز که باید چک کنین منیزیم هستش. جالبه تا موقعی که منیزیم این فرد رو به رقم نرمال نرسونین که رقم نرمالش بالای 1.8 هستش، تا موقعی که منیزیم این فرد رو با دادن منیزیم خوراکی مثل مگنیزیم اکساید یا منیزیم تزریقی مثل مگنیزیم سولفیت کنترل نکنین، پتاسیم فرد هیچ وقت نرمال نخواهد شد، ولی اینکه شما یک عالمه به فرد پتاسیم بدین. برای اینکه به خاطر اینکه منیزیم فرد پایین هستش، فرد پتاسیم بسیار بسیار زیادی رو از دست میده. این یکی از نکات بسیار زیادی هست. حالا تو توی آفیس و توی مطب و این چیزا ممکن این فرایند رو شما نبینین، ولی تو آی سی یو خیلی مواجه هستیم. همین دیروز من تو آی سی یو یک از بیمارستانا داشتم مریض میدیدم، پتاسیم فرد 2.8 بود، هیچ مشکلی هم فرد نداشت، ولی اومدم نگاه کردم دیدم که منیزیم فرد 1.1. این گروهی که به من گفتن که برم مریض رو ببینم، به این فردی که پتاسیمش 2.8 بود هر روز هی داشتن پتاسیم میدادن، یه روز خوب میشد فرداش دوباره افت پیدا میکرد، یه روز خوب میشد دوباره فرداش افت پیدا میکرد. و من تنها کاری که کردم این هستش که به این افراد گفتم که این منیزیم فرد باید کرکتش بکنین، باید بیارینش بالای 1.8 و تا موقعی که نیارین به قول معروف همین آشه و همین کاسه و پتاسیم فرد در همین حد پایین باقی خواهد موند. خب پس چهارمین علت هایپوکلمیای با منشأ رینال لاس که در اون فشار خون نرمال هستش، منیزیم پایین هستش. پنجمین علت رینال توبولار اسیدوسیس. راجع به رینال توبولار اسیدوسیس شاید 1 تا 2 جلسه یا فکر کنم شاید 3 جلسه ما در آینده صحبت خواهیم کرد، ولی این رو بدونیم که کسانی که دچار رینال توبولار اسیدوسیس هستن که خودش چندین گروه داره، این افراد دچار هایپوکلمی میشن. البته در رینال توبولار اسیدوسیس تایپ 4 که در واقع این افراد دچار
هایپورنینمیک هایپوآسترونیزم هستن شما پتاسیم پایین نمیبینید، بلکه برعکس پتاسیم این افراد بالا هستش. صحبت ما در مورد رینال توبولار اسیدوسیس، رینال توبولار اسیدوسیس تایپ 1 هستش که همون دیستال رینال توبولار اسیدوسیس هستش و تایپ 2 که پروکسیمال رینال توبولار اسیدوسیس هستش. در رینال توبولار اسیدوسیس با شیوع بسیار زیادی این افراد هایپوکالمیا دارن که فعلا وارد جزئیات مکانیزمش میشیم، راجبش بعداً صحبت خواهیم کرد. علت دیگر هایپوکالمی با منشأ رینال لاس که در اون فشار خون این افراد نرمال و یا حتی پایین هستش، دو تا سندروم هستش. یکی سندروم بارترز، یکی هم سندروم جیتلمن. راجع به این دو تا سندروم در آینده صحبت خواهم کرد به تفصیل. در واقع این دو تا سندروم بیشتر برای فلوهال مهمه چون سوال زیاد ازش میاد، برای رزیدنت ها و انترن ها خیلی یاد گرفتنش لازم نیست. ولی اینو بگم که سندروم بارتر که نادر هم نیست، در واقع یک بیماری ژنتیکی هستش در اکثر اوقات که در واقع این افراد همون مشکلی رو دارن که لیسیکس توی کلیه ها ایجاد میکنه. در واقع مشکل عمده افرادی که بارتر دارن این هستش که در قسمت لوپ هنلشون اشکال در بازجذب پتاسیم، سدیم و کلور دارن. در واقع همون عمل لیسیکس هستش. ما اصطلاحاً در دوره فلوشیپمون به سندروم بارتر میگفتیم ژنتیک لیسیکس، یعنی همون کاری که فوروسماید میکنه به صورت ژنتیکی این افراد دارن و طبعاً به خاطر اختلال در بازجذب پتاسیم به صورت مستقیم و یا افزایش تحویل سدیم به نواحی دیستال و قسمت‌های انتهای کلیه، افرادی که دچار بارتر هستن هایپوکالمیا دارن. به اضافه اینی که تو این افراد بارتری چون که دفع سدیم و پتاسیم دارن و طبعا آب، کلا ECF یا اکستراسلولار فلویدشون میخوره پایینه که خودش میتونه تولید سکندری هایپراندوسترونیزم بکنه. کما که در افراد بارتری همونطور که در آینده خواهیم دید این افراد هم رنین اکتیویتیشون بالا هستش، هم الدوسترونیزم دارن. جیتلمن که نادرتر از بارتر هستش، در واقع فرمی هستش که فرد به صورت ژنتیکی همون مشکلی رو داره که تیازیدها عمل میکنن، اثر میکنن. در واقع یک ژنتیک تایازایت هستش. این افراد انگار که به صورت ژنتیکی تیازید مصرف کردن. در واقع اینا اختلال در بازجذب سدیم دارن در نواحی دیستال کلیهشون که نهایتاً باعث اختلالات متفاوتی میشه و هایپوکالمی هم ایجاد میکنه. دور از ذهن نیست که همونطور که لیسیکس هایپوکالمی ها شدیدتر از تیازیدها هستش، ما میبینیم که هایپوکالمی ها که در جریان بارتر داریم شدیدتر هستش و شایع‌تر هستش تا جیتلمن. به هر حال بارتر و جیتلمن هم جزو سندروم های ژنتیکی هستن که میتونن باعث هایپوکالمی با منشأ رینال لاس بشن و فشار خون این افراد در اکثر اوقات پایین هستش، حتی به خاطر اون آبی که از دست میدن. یکی دیگر از علل هایپوکالمی با منشأ رینال لاس یا دفع کلیه که در اون افراد فشار خونشون پایین هستش، من مجبورم ادامش رو میارمش اینجا. پس ببینید هایپوکالمی هایی که با منشأ رینال لاس هستش و بلاد پرشر این افراد نرمال یا پایین هستش. خب یکیش گفتیم که دیورتیکا بود، یکیش ادماتوس استیت بود، یکیش آسموتیک دایوریسیس بود، یکیش منیزیم پایین بود، یکیش بارتر و جیتلمن بود، و یکیش رینال توبولار اسیدوسیس بود. یکی دیگر از علل هایپوکالمی ناشی از رینال لاس که شما زیاد خواهید دید،
حالا ممکنه الان من بگین که چه مکانیزم عجیب غریبیه، در صورتی که این رو واقعا شما زیاد خواهید دید. این و اون چی هستش؟ non absorbable anions. non-absorbable anions. ببینید میپردازیم به این که این چیه. من تحت عنوان NAA non-absorbable anion صحبت خواهم کرد. non-absorbable anion چی هستش؟ anion در واقع یون با شارژ منفی هستش. هنگامی که شما به عللی، فرض کنیم که این کپسول بومنه، این پروکسیمال توبوله و این هم دیستال توبول و این هم کالکتینگ داکت هستش. هنگامی که شما به عللی مولکول هایی در داخل ادرار یا داخل لومن داشته باشین که این مولکول ها شارژ منفی داشته باشه و بازجذب هم نشه، یعنی محکوم باشه که وارد ادرار بشه، وقتی که در واقع یک آنیونی با غلظت بالا دارین در داخل توبول کلیه که اینها بازجذب نمیشن و وارد ادرار میشن چون اینا شارژ منفی دارن، با خودشون پتاسیمی که شارژ مثبت دارن رو از توی خون میکشن بیرون و میفرستن توی ادرار. در واقع برای اینکه اون الکترون نوترالیتی و یا نوترالیتی و خنثی بودن الکتریکال بین دو تا سطح خون و توبول ها حفظ بشه، در نتیجه شما به علتی اناین هایی داشته باشین یا یون های شارژ منفی در داخل کلیه داشته باشین، در داخل توبول ها داشته باشین که اینا بازجذب نشه، اینها وقتی که دارن وارد ادرار میشن پتاسیمی که شارژ مثبت هستش رو با خودشون مثل یک قوه مغناطیسی میکشن و وارد ادرار میکنن. حالا این نان ابزورببل اناین ها چی هستش؟ در چه حالاتی شما نان ابزورببل اناین دارین؟ یک، آنتیبیوتیک های گروه پنیسیلین، به ویژه تیکارسیلین و کاربنیسیلین. این تیکارسیلین و کاربنیسیلین جزو پنیسیلین هایی هستن که جنریشن جدیدتر هستن نسبت قبلی ها. اینها مولکول های بزرگی هستن با شارژ بسیار منفی و اینها اکثرا وقتی که وارد GFR میشن و وارد توبولای کلیه میشن بازجذب نمیشن و در نتیجه چون که آنیون هایی هستن با شارژ منفی که محکوم به دفع در ادرار هستن میتونن تولید هایپوکلمیا بکنن. دقت داشته باشین البته فقط محدود به تیکارسیلین و کاربنیسیلین نمیشه، حتی آموکسیسیلین و آمپیسیلین با دوز بالا هم میتونه این حالت رو ایجاد بکنه. من مریض هایی داشتم که این افراد روی دوز بسیار بالای تزریقی گروه پنیسیلین بودن و میدیدم که این افراد دچار هایپوکلمی میشن. البته هایپوکلمی در این افراد شایع نیست به اون صورت. پس یک گروه پنیسیلین مثل تیکارسیلین و کاربنیسیلین به خاطر اناین های نان ابزورببل یا اناین های غیر قابل بازجذبی که ایجاد میکنن میتونن تولید هایپوکلمیا بکنن. دوم، در جریان دیابتیک کتواسیدوزیس، در جریان کتواسیدوز دیابتی و یا هر فاکتور دیگه‌ای که مواد ستونی یا کتون بادی ها رو هر فاکتوری که مواد ستونی یا کتون بادی ها رو مثل بتا هیدروکسی بوتیریک یا اسید و استیک مقدار زیادی از خون وارد ادرار بکنه و اینها دفع بشن، این افراد میتونن دچار هایپوکلمیا بشن. چرا من DKA رو مثال زدن یا دیابتیک کتواسیدوزیس رو مثال زدن یا کتواسیدوز دیابتیک رو مثال زدن؟ برای اینکه شاید DKA حالتی باشه که شما بیشترین غلظت کتون بادی ها رو دارین. البته خب در جریان الکلیست، در جریان به اصطلاح گرسنگی های طولانی هم میتونین داشته باشین، ولی هیچ کدوم غلظتش و مقدارش و شدت تولید کتواسیدوزیسش مثل دیابتیک کتواسیدوزیس نیست. خب در کسانی که دچار دیابتیک کتواسیدوزیس هستن، به خاطر اینکه کتون بادی ها یا مواد ستونی مقدار زیادی وارد ادرار میشن و دفع میشن و اینها شارژ های منفی دارن، در چه این افراد پتاسیم رو با خودشون میکشن. یکی از خطرات عمده DKA شاید بیشتر از اینکه خود DKA باشه، در جریان درمان DKA هستش که به مجردی که به این افراد انسولین میدین که DKA این افراد شروع کنن خوب شدن، این افراد
پتاسیمشون ناگهان افت پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی باید دقت داشته باشین در هنگامی که شما یک فرد مبتلا به کتواسیدوز دیابتی رو دارین درمان میکنین این هستش که بدونین هایپوکلمیا یکی از عوارضی هستش که شما احتمال بسیار زیاد باهاش مواجه خواهید شد. حالا این هایپوکلمیا مکانیزمش در دیکیه چند تا چیز هستش. یکی این افراد استفراغ دارن، خب خودش هایپوکلمیا میده. دو، اشتهاشون کمه، چند روز غذا نخوردن. سوم، هنگامی که شما انسولین میدین به این افراد که دیکیهشون رو درمان کنین، خود این انسولین گلوکوز رو شیفت میده به داخل سلول، پس مکانیزم دیگر شیفت هستش. ولی یکی دیگر از مکانیزماش این مسئله هستش که این افراد به خاطر اون کتون بادی هایی که وارد ادرار میشه در واقع یک نان ابزوربل انایم دارن که خودش هایپوکلمیای بسیار شدید ایجاد میکنه. سوم، در حالاتی که فرد یک اسیدی رو در داخل خونش داره، یک ماده اسیدی رو در داخل خونش داره که این ماده اسیدی با سرعت بسیار زیاد و سریع از کلیه این افراد دفع میشه. کسانی که به اصطلاح با چسب‌های صنعتی و یا تینرهایی که در رنگامیزی سر و کار دارن که میدونن که این یک بوی خاصی این چسب‌های صنعتی یا تینرها میدن که بعضی اوقات این حالت میتونه تولید اعتیاد بکنه. یکی از اعتیادهایی که جدیداً مطرح شده مسئله گلو اسنیفر هستش. گلو اسنیفر، اینا میرن توی مغازه‌ای که مثلا حالا توی اینجا میرن توی هوم دیپو یا مغازه‌ای که هاردور هستش، یا توی ایران میرن توی این مغازه‌ای که رنگ فروشی هستش یا مغازه‌های ابزار و یراق، خودشون رو میزنن به اینکه مشتری هستن و میرن بالای قوطی‌های چسب درش رو وا میکنن، مثلا به این صورت که میخوان ببینن که این چسبش خوب هستش یا نه. یکی دو دقیقه این رو هی بو میکنن. در واقع این اعتیاد پیدا کردن به این حالت و معتاد شدن. اگه یه روز دو روز این کار رو نکنن ممکنه که حالشون بد بشه. البته یک سری افراد حالا به صورت گلو استیفر نیستش، اعتیاد به چسب یا تینر نیست، اعتیاد به همین گاز فندک هستش. یک سری از افراد هستن که با گاز فندک اعتیاد پیدا کردن یا میرن تو پمپ بنزین، اون بوی بنزینی که میزنه اعتیاد براشون ایجاد کرده. حالا گویین که عوارض بسیار زیادی داره همین گلو اسنیفرها یا کسانی که عادت به یعنی اعتیاد به بو کردن چسب و یا رنگ دارن. یکی از عوارضش این هستش که باعث تخریب پیاز بویایی میشه در طویل المدت و این افراد دچار آناسمیا میشن و حس بویاییشون رو از دست میدن. و یکی دیگه همین هستش که این افراد ممکنه در آینده دچار دیمنشیا یا دمانس یا زوال عقلی بشن، مثل آلزایمر. البته نه خود آلزایمر. حالا کسانی که گلو اسنیفر هستن در این بو به اصطلاح این ماده‌ای که به اصطلاح بو داره و بوی چسب داره، یک اسیدی وجود داره به نام هایپوریک اسید. این افراد به مجردی که اینو بو میکنن این اسید به صورت بخار در اینها متساعد میشه از این چسب و از این رنگ و این سریع از طریق مخاط بینایی وارد خون میشه و این هیپوریک اسید وارد خون میشه. حالا این هیپوریک اسید یک حالتی که داره اینه که بسیار سریع از داخل ادرار دفع میشه و اولا شارژ منفی داره، دوم خیلی سریع از ادرار دفع میشه در عرض مثلا یکی دو دقیقه، و سومی که بازجذب نمیشه. خب این وقتی که همچین خاصیتی داشته باشه دقیقاً همون حالتی هستش که مساعد به اصطلاح برداشتن پتاسیم از داخل خون هستش. پس در نتیجه میبینید که در بعضی از افرادی که دچار گلو اسنیفینگ هستن و یا اعتیاد دارن به چسب میبینید که پتاسیم این افراد پایین هستش. خب پس در نتیجه ما امروز راجع به هایپوکلمیایی که ناشی از رینال لاس هستش و دفع کلیوی هستش و در اون فشار خون نرمال یا پایین هستش صحبت کردیم. دیورتیکا رو گفتیم، ادماتوس استیت رو گفتیم مثل سیروز، نفروتیک سیندروم، هارت فیلیر،
آسماتیک دایورسیس رو گفتیم، منیزیم پایین رو گفتیم، بارتر، جیتلمن، رینال توبولار اسیدوزیس رو گفتیم و نان ابزورببل اناین رو هم گفتیم. آقای کارگردان چقدر فرصت داریم؟ 8 دقیقه. خب حالا باز اینجا اشاره میکنم که برنامه امروز ما پزشکی از پندار تا واقعیته که در روزهای شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس و 11 شب به وقت تهران انجام میشه و ویژه گروه پزشکی هستش. عزیزانی که تماشا میکنن معترض نباشن که چون من لغات خیلی تخصصی استفاده میکنم، در واقع این برای گروه پزشکی هستش. این برنامه ها روی فیسبوک هم خواهد رفت به مرور. اما میپردازیم به گروه دوم. گروه دوم هایپوکلمیایی که با رینال لاس به خاطر رینال لاس و دفع کلیوی هستش، ولی در این افراد فشار خون بالا هستش. قبل از اینکه بپردازم به اینکه چه فاکتورهایی میتونه باعث این حالت بشه، یک صحبتی بکنم راجع به سیستم رنین انجیوتنسین. همونطور که میدونیم هنگامی که در داخل کلیه، در داخل به اصطلاح سلول های جوکستاگلومرولر که در مجاورت کپسول بومن هستن رنین ساخته میشه، گفتیم رنین باعث میشه که آنژیوتانسینوژن تبدیل بشه به آنژیوتانسین یک، بعد آنژیوتانسین 1 در اثر کانورتینگ انزایم تبدیل میشه به آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 2 روی ادرنال یا غده فوق کلیوی اثر میکنه و تولید آلدوسترون میکنه. آلدوسترون همونطور که میدونیم، پس این آلدوسترون همونطور که میدونیم یکی از کارهایی که میکنه در سلول های پرینسیپال یا سلول های گروه A در دیستال توبول میاد پمپ NAK-ATPase رو تحریک میکنه، در چه پتاسیم زیادی دفع میشه و در چه آلدوسترون بالا مساوی هستش با افزایش دفع پتاسیم و هایپوکلمیا. این یک. دوم، اگر فرض کنیم که این کلیه هستش و این هم غده فوق کلیوی هستش، مثلا خب این هم غده فوق کلیوی هستش، اگر من این رو یک بیوپسی بردارم از غده فوق کلیوی، میدونیم که 3 تا ناحیه رو ما در غده فوق کلیوی میبینیم. 3 تا ناحیه رو ما میبینیم در غده فوق کلیوی. یکی به نام زونا گلومرولوزا هستش از نظر آناتومیک یا هیستولوژیک، در واقع از نظر بافشناسی، که در اینجا آلدوسترون ساخته میشه. یکی زونا فاسیکولاتا هستش که به خاطر اینکه اون سلول‌ها اینجا حالت ستون هستند بهش میگن زونا فاسیکولاتا، که در اینجا کورتیزول ساخته میشه. و دیگری زونا رتیکولاریس که قسمت داخلی هستش که اینجا آندروژن ها ساخته میشن که ما باش کاری نداریم. حالا ما با آلدوسترون و کورتیزول کار داریم. همونطور که میدونیم آلدوسترون در زونا گلومرولوزا ساخته میشه و خاصه مینرال و کورتیکویدی داره، یعنی یک ماده بسیار قوی هستش که وقتی که به کلیه میرسه باعث تحریک شدید پمپ NAK-ATPase میشه و در نتیجه دفع پتاسیم رو سریع میکنه از طریق کلیه. حالا غیر از اینکه چنل های پتاسیم رو هم باز میکنه. کورتیزول، همه ما به کورتیزول به دیده یک گلوکوکورتیکوید نگاه میکنیم، درسته؟ و واقعا هم همین هست. کورتیزول یک مینرال کورتیکوید نیست، یک گلوکوکورتیکویده، یک چیز هستش که خاصیتش با آلدوسترون کاملا متفاوت هستش. ولی هیچ وقت خودتون پرسیدین که چرا کورتیزول قدرت مینرال کورتیکوید زیادی نداره؟ آیا به خاطر ساختمان مولکولیش هستش که کورتیزول قدرت مینرال کورتیکویدیش ضعیف هستش؟ خیر، خیلی تفاوت مولکولی ندارن.
آیا به خاطر تمایل کمتر کورتیزول هستش برای اتصال به رسپتورهای آلدوسترون در قسمت کالکتینگ داکت؟ اونم نه. به همون اندازه‌ای که آلدوسترون میتونه بیاد به رسپتورها و گیرنده‌های خودش در دیستال توبول و کالکتینگ داکت اتصال پیدا بکنه، کورتیزول هم تقریبا همون افینیتی و همون تمایل رو داره با همون قدرت. پس چیه که با وجود این شباهت ها کورتیزول خاصیت مینرال کورتیکویدی به اون صورت نداره؟ وقتی که کورتیزول مصرف میشه شما دچار هایپوکلمی های خیلی شدیدی نمیشین اونطوری که آلدوسترون ایجاد میکنه. به این علت هستش. فرض کنیم که اینجا کالکتینگ داکت هستش و این هم همون پمپ معروف اناکااتپاس هستش که در واقع این البته سطح خونیه، این هم سطح لومیناله. اینجا میبینیم پتاسیم به اصطلاح ترشح میشه و اینجا هم سدیم بازجذب میشه. اینجا میبینیم که رسپتور آلدوسترون وجود داره، گیرنده آلدوسترون. در واقع آلدوسترون میاد به اینجا متصل میشه و وقتی که متصل شد میاد این پمپ رو تحریک میکنه. خب تا اینجا که همه میدونن مشکلی هم نیست. اما کورتیزول چی؟ کورتیزول گفتیم که همین تمایل به اتصال به رسپتور و یا گیرنده آلدوسترون رو داره. منتها اینجا یک اتفاقی میفته که باعث میشه که کورتیزول نتونه این کارو بکنه. بلافاصله قبل از اینکه کورتیزول بتونه به رسپتور و یا گیرنده آلدوسترون متصل بشه و همون خاصیت مینرال کورتیکوید رو اعمال بکنه، یک آنزیمی در اینجا وجود داره که اسم این آنزیم هست، عذر میخوام اسمش خیلی طولانیه، 11 هایدروکسی کورتیکوید دیهایدروژنیز. هایدروکسی کورتیکوید دیهایدروژنیز این یک آنزیمیه که در همین نواحی کالکتینگ داکت و دیستال توبول وجود داره. این آنزیم کورتیزول رو قبل از اینکه بخواد بیاد به گیرنده آلدوسترون وصل بشه و خاصیت مینرال کورتیکوید رو اعمال بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد این کورتیزول رو میگیره و تبدیلش میکنه به کورتیزون. کورتیزول رو تبدیلش میکنه به کورتیزون. در نتیجه قبل از که کورتیزول بخواد به اون رسپتور آلدوسترون وصل بشه، تبدیل میشه به کورتیزون در اثر این آنزیم 11 هایدروکسی کورتیکوید دیهایدروژنیز و وقتی که تبدیل شد به کورتیزون، اینجا دیگه کورتیزون اتصال به گیرنده آلدوسترونش خیلی ضعیف خواهد شد. البته این رو من عرض بکنم که خود کورتیزول و خود گلوکوکورتیکویدها تا حدی اثرات مینرال کورتیکویدی ضعیف دارن. یه خورده فشار خون رو میبرن بالا، یه خورده باعث احتباس آب و سدیم میشن، یه خورده پتاسیم رو هم میارن پایین، ولی به اون شدت نیست. یکی به خاطر اینکه کورتیزول قبل از اینکه تماس پیدا کنه تبدیل به کورتیزون میشه، یکی همینی که کورتیزون خودش تمایلش به اتصال با آلدوسترون ریسپتور کم هستش. خب من در واقع این مقدمه رو شروع کردم که بپردازم به علت دوم فشارخون‌های ناشی از هایپوکلمی ناشی از رینال لاس که با فشارخون بالا همراه هستش، ولی متاسفانه وقتمون تموم شد. جلسه آینده با توجه به اینکه این مکانیزم رو ما یاد گرفتیم میپردازیم به اینکه چه حالاتی هستش که ما هایپوکلمی داریم، افت پتاسیم داریم به خاطر افزایش دفع کلیوی و با فشارخون بالا. عزیزان عذر میخوام اگر تخصصی صحبت کردم، به خاطر اینکه به هر حال این مباحث باید هم مورد استفاده دانشجویان قرار بگیره و هم مورد استفاده فلوهای نفرولوژی قرار بگیره برای آمادگی بورد، و این برنامه خاص پزشکان بود. عذر میخوام از عزیزانی که
به اصطلاح فکر کردن که مورد استفاده ممکنه قرار بگیره، چون این برنامه کاملا تخصصی هستش. این برنامه روی فیسبوک خواهد رفت. همین امروز مبحث اول هایپوکلمیا روی فیسبوک من خواهد رفت، عزیزان میتونن نگاه بکنن. مبحث دومش در چند روز آینده خواهد رفت و این هم که مبحث سوم هستش بعد از اون. همونطور که بارها گفتم سوالات بسیار زیادی من میگیرم از طریق فیسبوک یا ایمیل یا تلفن که متاسفانه نمیرسم جواب بدم، چون بسیار زیاد هستش و خیلی عزیزان همکاران خودم هستن از اینجا، در اینجا و یا از ایران، و خواستم به اطلاعاتون برسونم که یه وقت حمله بر جسارت نباشه که اگر من نمیتونم جواب بدم به خاطر اینکه سوالات بسیار زیاده، شاید روزی 50 تا 100 تا سوال هستش و من اساساً برام مقدور نیست که این سوالات جواب بدم. من منتظر فیدبک و یا نظر شما هستم، چون هدف ما این هستش که این برنامه روز به روز بهبود پیدا بکنه. باز هم میگم که اون استودیو و همه چیزا فراهم شده واسه اینکه این مباحث به صورت انگلیسی هم برگزار بشه. البته این دیگه تو تلویزیون پخش نخواهد شد و اون استودیو رو که ما ضبط کردیم مستقیم میره روی یوتیوب و فیسبوک. خیلی ممنون هستم از کارگردان فنی برنامه که واقعا زحمت ایشون هستش که باعث میشه که کیفیت برنامه به این صورت باشه و من تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما